درگیری بین جناح‌های سیاسی ایران در هفته‌های اخیر به اوج خودش رسیده. دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا که اصلاح طلب‌ها قوه مجریه رو در اختیار دارن، رئیس قوه مجریه‌شون آقای روحانی هستش، در سخنرانی‌های مختلف و در برنامه مختلف به اصولگراها که رئیسشون آقای ابراهیم رئیسی هستش که در قوه قضاییه در حال حاضر سمت داره میتازه و کلا این دو جناح جواب همدیگر رو میدن و این وسط داره یه سودهایی به مردم میرسه. سود از این بابت که حالا فکر نکنید پول و ایناست دیگه، داره دست اختلاسگرا و دزدا و یه سری افرادی که دارن خیانت میکنن به مردم رو میشه و یه عدهشون بازداشت میشن. از اون طرف آقای روحانی میگه که این مفاسد حالا ما باید پیگیری بکنیم و جریان دیگه نباید پیگیری بکنن. رئیس قوه قضاییه هم یه جواب کوبنده میده، کلا کرکوپر قوه مجریه رو میریزه. بریم این تیکه از این جوابیایی که به هم دیگه میدن رو ببینیم، بیاین با ادامه صحبت با شما هست. شما فکر میکنید با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میره؟ هر کی این فکر بکنه اشتباه کرده. دستگاه قضایی آخرین مرحله است. بله یه جایی نیاز طرفی که تخلفی کرده، جرمی کرده در دادگاه محاکمه بشه، بله این مرحله آخر درسته، اما با بگیر و ببند و دادگاه فساد برطرف نمیشه. اگر ما بحث مبارزه با فساد میکنیم برای که راه هموار بشه برای یک کار اقتصادی سالم در کشور، چون کار اقتصادی سالم در کشور بدون امنیت اقتصادی امکان پذیر نیست. امنیت اقتصادی بدون مبارزه با فساد اقتصادی امکان پذیر نیست. آغاز مبارزه با فساد به نظر من این بار اول بر دوش ما هست. به عنوان دولت ما باید جلو فساد رو بگیریم، مدیران ما باید جلو فساد رو بگیرند. از چه طریق؟ حالا اینجا تو این شعار هست شفافیت، سلامت اداری، توسعه دولت الکترونیک. کارزار اخیر مبارزه با فساد دامن بسیاری از نهادهای حکومتی را گرفته. مجلس، دولت، شهرداری‌ها و حتی خود قوه قضاییه. از زمان تأسیس دادگاه ویژه مبارزه با فساد حدود 1000 حکم صادر شده و 60 قاضی برکنار شدند. علاوه بر این افراد بیش از 40 نفر از مدیران عالی رتبه که نمایندگان مجلس هم شاملشون میشن در تنها 1 ماه گذشته بازداشت شدن. یعنی 40 نفر تنها در مرداد ماه بازداشت شدن که شروع میکنیم چند تا از این افراد رو برای شما معرفی کردن که متوجه بشید که پشت پرده اصلا یه سری اتفاقات چی هستش که یه سری مدیرها که فقط به خاطر خدمت اومدن جلو دارن چجوری خدمت میکنن و رانت و لابی و دزدی میکنن. اول از 2 تا از نماینده مجلس شروع میکنیم. آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس و آقای فریدون احمدی که نماینده زنجان در مجلسه. اما آقای محمد عزیزی خیلی آدم باحالیه. فیلم زیرخاکی ازش پیدا کردیم که این آدم قبل از انتخابات یه یقه جر میده، میگه من اگه برم مجلس یقه وزیر رو میگیرم. تازه کاشف فهمد میاد دل و دزد عذاب در اومده. اول بریم اون فیلم زیرخاکی قدیمیشو ببینیم قبل از انتخابات وعده میداده. صحبت گفتم هنوز جوونم، حوصله دارم، صدام بلنده، مطمئن باشید تو مجلس هم صدام بلنده، از این بیشتر داد میزنم تو مجلس براتون. یقه وزیر رو براتون میگیرم، یقه وزیر رو براتون میگیرم، یقه وزیر رو براتون میگیرم. از هیچ مشت ندارم تا آخر انتخابات هم بایستادم. این زمانیه که یک جوون باید بره به مجلس. اگر تکلیف بذارید جوون بره این تکلیف رو انجام بده. اگر وظیفه شرعی بذارید یک جوون وضعیت شرعی رو انجام بده. من از همه شما یا علی میخوام جوونای ابهری، جوونای خرم‌دره‌ای. دیدید دیگه میگفت من یقه وزیر رو میگیرم، یقه وزیر رو براتون میگیرم. بعد یه جوون باید بره تو مجلس قشنگ پر انرژی بره دل و دزدی کنه بیاد. بعد از اونم مشخص شد که به همراه یکی دیگه از نماینده‌های مجلس یه رانت ریز در حد مثلا چند صد میلیارد تومان انجام دادن. جرماشون هم چی بوده؟ ببینید. تبانی در خرید 6000 خودرو به صورت رانتی، خرید چند صد کیلو طلا
و همکاری با فردی که با خرید بیش از 30,000 سکه در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده. بازداشت 2 نماینده مجلس در ارتباط با بازار خودرو، خبری که سخنگوی دستگاه قضا اون رو تایید کرد. خبری که اخیراً در ارتباط با بازداشت 2 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده رو تایید می‌کنیم. این 2 نماینده در ارتباط با پرونده‌ای که در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری تهران و دادسرای عمومی به انقلاب مرکز تهران تشکیل شده بود، در فرایند تحقیقات دادسرا مکرراً احضار شده بودند. از اونها تحقیقات لازم به عمل آمده و تأمینی که مد نظر بازپرس دادسرا بوده صادر شده. نمایندگان مورد اشاره وثیقه مورد نظر دادگاه رو نتونستند بسپرند و نتیجه به موجب قانون بازداشت شدند. هرگاه وثیقه تعیین شده رو بسپارند از زندان تا پایان جلسه دادرسی آزاد خواهند شد. بله، یادتون همون اول صحبتام گفتم که جنگ‌های سیاسی بین جریان‌های مختلف داره اتفاق میفته. روحانی میگه ول کنید و جلوی مفاسد رو نمیخواد الان بگیرید. یکی از کسایی که بازداشت شده بود آقای پوری حسینی بود، رئیس سازمان خصوصی سازی. اگه یادتون هم باشه تو قضیه واگذاری باشگاه استقلال پرسپولیس و بخش خصوصی این آدم خیلی معروف شد. اما این آدم کسی بود که اولین رئیس سازمان خصوصی سازی کشور بود. از دولت آقای خاتمی بینور ایشون رئیس سازمان خصوصی سازی بوده. بعد نکته جالب‌تر این هستش که تا سال 84 بعد 1 سال به خودش استراحت داده. میدونید که مدیران جمهوری اسلامی تا 98 سال کار میکنن، یعنی ناراحت میشن اگه فکر کنید که ناراحت، یعنی همچنان انقدر دوست دارن به مردم خدمت بکنن نگو نپرس. سال 84 چون میگه نه چه خدمتی اینا، میره کنار، میره دونه شرکت رو میخره، شرکتی که دولتی بوده در بخش خصوصی واگذار شده بوده، شرکت مجتمع گوشت اردبیل. آقای پوری حسینی میاد سال 85 یه شرکت ثبت میکنه به اسم شرکت فرآورده‌های دشت سبز سبلان. در بند 5 هم اگر نگاه بکنید نوشته شده که آقای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی به سمت هیئت مدیره شرکت مجتمع گوشت اردبیل انتخاب شدن که سال 85 شرکت رو میخرن. اون موقع ارزشش 4 میلیارد تومان بوده. جالب بدونید که الان در حال حاضر ارزش این شرکت بیش از 100 میلیارد تومنه و از اون جالب‌تر هستش که آقای پوری حسینی تا این لحظه‌ای که این ویدیو داره تولید میشه 1 ریال هم بابت خرید این کارخونه پرداخت نکرده. و اگر میخواید بدونید که این کارخونه چقدر وسعت داره ببینید این ویدیو. نزدیک 50 هکتار وسعت زمینش هست، حدود 48000 متر کل سالن‌های سردخونه و کشتارگارش هست. ظرفیت اسمیش 4000 تا گوسفند در روز به اضافه 250 تا گاو در یک شیفت کاری که در سال میشه 1 میلیون گوسفند به اضافه گاوش هم 62500 تا. دیدید دیگه وسعت رو نگاه کنید. بروش 100 میلیارد تومان. بعد جالبه که آقای پوری حسینی خیلی شیک و مجلسی هم ماسمالی میکنن قیمت این کارخونه رو. بعد میگن که ما اگه اون موقع سکه می‌خریدیم وضعمون خیلی خوب میشد. همه چیزا هم ماشاءالله با سکه مقایسه میکنن. در اون جلسه‌ای که من رفتم خدمت آقای عتباتی و توضیح دادم، ایشون به این یقین رسیدن که این جمله کاملا اشتباهه است. یعنی کاملا اشتباه بهشون گزارش شده. ایشون مطلع شدن که ثمن معامله به طور کامل از سوی خریداران همون وقت نه الان پرداخت شده و این رو ایشون هم مطلع شدن و بعداً خودشون اظهار فرمودن، گفتن که من رسیدگی کردم واگذاری اردبیل هیچ مشکل قانونی نداشته. بسیار خوب. بعد در مورد قیمت چی؟ دیگه قیمتش خود آقای عتباتی فرمودن که اون موقع سکه بوده 100,000 تومان، الان شده 5 میلیون تومان. 40 برابر میشد دیگه. 4 میلیارد تومان 25 برابر شده دیگه به زعم آقای عتباتی، در حالی که خودشون گفتن سکه 50 برابر شده. پس رشد سرمایه‌گذاران در اینجا کمتر بود. حالا سکه که به عنوان بالاترین نمادی که رشد کرده که آقای اینو چون خدای عتباتی مثال زد. آقای عتباتی گفتن که بله اون موقع اگر شما 4 میلیارد تومان داده باشید الان بیش از 100 میلیارد تومان بیارزه که حقتون نوش جانتون. یه نکته هم تو پرانتز میگم، حالا شما به کسی نگید، همین آقای پوری حسینی سال 1392 رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در اردبیل بوده. اصلا هیچ ربطی به این که رئیس سازمان خصوصی سازی شدن و قدرت اینا دارن این اصلا ربط نداره. که خیالش شد اصلا کلا
فراموش بکنید. اما نماینده‌های مجلس هم نسبت به این موضوع افشاگری کردن و گفتن که آقای پوریحسینی خیانت کرده به بحث خصوصی سازی. کسی رو در مصدر سازمان خصوصی سازی در سالهای بین 76 تا 84 داشتیم که او دوباره با آمدن دولت آقای روحانی آمده در مصدر همین کار قرار گرفته، به دنبال زندگی خودش بوده و بعدم این اتفاقات هم رخ داده. ایشون دخالت مستقیم در این خصوص داشته، مدارکش هم موجوده. اما 3 دلیل برای بازداشت آقای پوریحسینی مطرح شده بود که این 3 دلیل بازداشتش بود. اول از همه این که خیلی از این کارخونه ها پایین تر از قیمت واقعیشون ارزش گذاری و واگذار شده بودن. دوم این که خیلی از خریداران شرایط لازم رو برای خریدن اون کارخونه نداشتن، مثلا بدهکار بانکی بودن. نکته بعدی اینه که با واگذاری بنگاه‌ها تعدادی از کارگران فعال اخراج شدن، در صورتی که هدف از این واگذاری این بوده که تعداد کارگران افزایش پیدا کنه و رونق تولید داشته باشیم. اما ماجرای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی توی سالهای اخیر با ابهامات زیادی مواجه بوده و طی دوره جدیدم انقدر اتفاقای عجیب و غریب رخ داده که همه چشما رو به خودش خیره کرده. مثلا رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگه کشت و صنعت مغان به فردی واگذار شده که 1350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بوده. آقای دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره واگذاری مجتمع نیشکر هفت‌تپه میگه این مجتمع 24000 هکتاری 8000 میلیارد تومان ارزش داشته که ابتدا 2600 میلیارد تومان و در نهایت 10 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شده. مورد سوم هم مربوط میشه به شرکت هپکو عراق که آقای علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز اعلام کرده که این شرکت 2200 میلیارد تومان ارزش داره، در صورتی که سازمان خصوصی سازی این شرکت رو تنها 1000 میلیارد تومان همراه با بدهیاش ارزش گذاری کرده. یعنی با این حرکتی که آقای پوریحسینی زده، یعنی به جای که خصوصی سازی بکنه خودسازی کرده و 7 جد و آبادش رو تضمین کرده. این هم دیگه به حال یه مدلشه. ما در بحث پرونده‌ای که هست ایشون رو احضار کردیم و ایشون در حال حاضر به عنوان یکی از بدهکاران عمده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل تلقی میشن و ما هم به عنوان بیت المال و به عنوان حقوق یک بانک دولتی موضوع رو با جدیت در حال پیگیری هست. اطلاع ندارم راجع به این مطلبی که شما الان ادعا کردی که آقای پوریحسینی خودشون یک مجتمعی رو خریدن. یه همچین چیزی به نظر من نمیتونه درست باشه، ولی من بلافاصله بعد از اینکه رفتم این مسئله رو پیگیری میکنم، مطمئنم که نمیتونه این درست باشه. اما نفر بعدی هاشم یکهزاره هستش، مدیر عامل سابق شرکت ایران خودرو. ایشون عملا یه مقداری اختلاس ریسک کرده بودن، بالا پایین کرده بودن قیمت خودرو رو، اونجوری که خودشون میگن. ایشون هم در ماه مرداد ماه بازداشت شدن. خیلی راحت ببینیم آقای هاشم یکهزاره کیه. هاشم یکهزاره دیروز ساعتی بعد از برکناری از مقامش بازداشت شد. مدیر عامل ایران خودرو چون عمدی قیمت رو بدون هماهنگی افزایش دادن امروز تعویض میشن. به نظر میرسد اشاره سخنگوی دولت به افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده باشد. افزایش قیمتی که در دعوتنامه‌های تسویه حساب به چشم می‌خورد. در توضیح ایران خودرو گفته بود که قیمت‌ها را بالا نبرده و قیمت روی برگه‌های تسویه حساب مشتریان نتیجه یک مشکل نرم افزاری بوده. افزایش قیمت قانونی نبوده، باید بررسی بشه که آیا اشتباه نرم افزاری بوده یا خطای شخصی بوده. اما نارضایتی مشتریان از افزایش قیمت و تأخیر در تحویل خودروها محدود به هفته‌های گذشته نیست. تسلط خودروسازان داخلی بر بازار همواره عامل نارضایتی بوده. اما در یک سال اخیر بازگشت تحریم‌های آمریکا و جهش قیمت ارز قیمت‌ها را ناگهان بالا برد. نگاهی به این نمودار نشان می‌دهد قیمت سمنت به عنوان یکی از پرفروش‌ترین محصولات ایران خودرو در یک سال گذشته حدود 20 میلیون تومان یا بیش از 34% بالا رفته و البته قیمت بازار حدود 10 میلیون تومان از قیمت کارخانه بالاتر است.
رئیس سابق ایران خودرو این اختلاف قیمت را نتیجه قیمت‌گذاری نادرست خودرو خوانده بود. ایران خودرو یا سایبای خودروسازی دیگه قیمت خودروشون گرون نکردن، همون تون قالبی که من عرض کردم. این گرونی از کجا اومده؟ برای اینکه کسایی که در بازار ارز بودن، فعال بودن، به خاطر محدودیتی که ایجاد شد این دلالا اومدن تو بازار خودرو 10,000 میلیارد تومان 6 ماه اول به جای اینکه پول بره تو جیب تولید رفت تو جیب دلالا به خاطر عدم قیمت گذاری مناسب خودرو بود. من اینجا واقعا باید این رو بگم، کسانی که باعث شدن تو این 92 تا 97 سرکوب قیمت خودروسازی بشه به هر حال ضربه زدن به این صنعت. باید به هر حال خودروها رو تحویل میدادید و ندادید. آقای یکهزاره برای مقابله با به گفته او دلال بازی در بازار پیشنهاد افزایش پلکانی 5% قیمت کارخانه ای را داده بود. الان پراید میگن با قیمت 40 میلیون تومان تو بازار شما اگه بخواید برید بخرید بهتون میفروشن. اگر به خودروسازها اجازه بدن، سایپا اجازه بدن که 5% زیر قیمت 40 میلیون تومان بتونه بفروشه فقط برای تحویل فوری، اون هم در روز ممکنه 50 تا دونه هم نخرن، مطمئن باشید 2 روز بعد 3 روز بعد قیمت پراید میرسه به 37,500. برای اینکه کسی که تو بازار میخواد بره 40 میلیون، خب خود سایپا داره میره 37,500 دیگه. 4 روز بعد دوباره سایپا همین رو 5% میاره زیر 37,500 میره 35 میلیون تومان. دوباره اون 37,500 که وجود داره نمیره بخره، میاد از سایپا میخره. اما در این آشفته بازار انگشت اتهام به سوی خودروسازان هم بود. این روشی که 5% زیر قیمت بازار، آقا وقتی که خودروساز، وقتی که این بازار انحصاریه، کی قیمت بازار رو تعیین میکنه؟ خود خودروساز میتونه تعیین بکنه دیگه. اما در هفته‌های اخیر اتهام دست داشتن خودروسازان در دونرخی شدن قیمت‌ها از انتقادهای رسانه‌ای بالاتر رفت و پای قوه قضاییه وسط آمد. 600 نمایندگی داره یکی از همین خودروسازها، میاد زده‌بند میکنه، از 600 نمایندگی 15 تا رو انتخاب میکنه، با این 15 تا زده‌بند میکنن، چه اتفاقی میفته؟ 600 تا میرن کنار، از این 600 تا 15 تا میان میدون. چرا؟ به این 15 تا همه و یا بخش از تولیدشو میده به این 15 تا. این 15 تا چیکار میکنن؟ نگه میداره، بازار تشنه میشه، به قیمت گزاف بالاتر میبره. سمند، یک تجربه برای احساس امنیت. برخلاف آگهی‌های تبلیغاتیشان، خودروسازان در ایران از بدهکاران بزرگ بانکی‌اند. شرکت‌های زیانده که بسیاری معتقدند تنها با حمایت دولت سر پا مانده‌اند. منتقدان میگویند تسلط این شرکت‌ها بر بازار با حمایت دولت باعث تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران قیمت شده. از سوی دیگر صنعت خودروسازی بزرگترین صنعت ایران بعد از نفت و گاز است و آسیب به آن میتواند به بیکاری و بحران در اقتصاد ایران دامن بزند. به نظر میرسد دولت همچنان به دنبال حمایت از این صنعت است. البته این بار با پرونده‌های قضایی و کنترل سفت و سخت‌تر. اما نفر بعدی که شاید خیلی از شما اسمش شنیده باشید آقای هادی رضوی هستند، داماد وزیر کار و متهم بانک سرمایه که دادگاه هم براشون تشکیل شد. اگر میخواید بدونید که به چه دلایلی دستگیر شد، این موارد که الان پخش میکنم دلایلی بوده که برای اجرای حکم و بازداشتش قبل از بازداشت توسط دادستانی مطرح شده. ایشون میفرمایند که من بازرگان بودم، شرکت‌های سالن‌های چند منزله داشتم و استودیو سازی می‌کردم و فلان. ردیابی تحصیلات رو ما می‌کنم. ایشون به همراه آقای دلاویز و آقای امامی یک ملکی در نوشهر می‌خرن به مساحت 78750 متر. 3 ویلاست، یکیش برای دلاویزه، یکیش برای امامیه، یکیش برای آقای رضوی. ویلای کاملا لوکس. سرمایه‌گذاری بعدی آقای رضوی، ملکی در خیابان آفریقا به مساحت 456 متر، سرمایه‌گذاری برای کشور اشتغال آفرینی می‌کردن. در خیابان احمد قصیر ایشون 5 طبقه خریداری میکنن، هر طبقه 260 متر.
منشیشون خانم زهرا شریف کاظمی ملک رهن کردن. ماشین BMW X4 برای به اسم منشیشون خریداری کردن. ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی خرید میکنند. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی، سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلما. همه رو هم با هم داشته ها، اینجوری نبوده بفروشه بخره، همه رو با هم داشته. ایشون بعضی موقع حالا خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میومدن. بنز اس 500، سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور، موتورسیکلت MV آگوستا. قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 50 میلیون تومانیش. ملک خیابون الهیه هم خریده که ظاهرا از بانک‌های دیگه بوده. آقای رضوی اعلام میکنه که تسهیلاتشون سرمایه در گردش بوده. نه آقای رضوی، تسهیلات شما برای گردش بوده. شما متهم کلان هستید، مجموعه بانک‌های کشور رو به یغما بردید و باید پاسخگوی اعمال خودتون باشید. اما جالبه که این آقای هادی رضوی ویدیو ازش اومده بود بیرون که توی دادگاه میگفتش که آره من قبل از اینکه اختلاسات صورت بگیره این ملک و املاکو داشتم، مثلا پورشه اینا رو داشتم، یعنی قبل از اختلاسات بانک سرمایه. البته دادستانی همچین زد تو پرش کرکوپرش ریخت. ببینید من که پول معلما رو ندادم مازراتی شد. من از سال 84 نه دیگه تسهیلاتی داشتم تو سیستم بانکی، نه چی. ماشینم BMW سری 7 بوده. سندش آقای دکتر نشون میدم. بعد پورشه داشتم سال 90 89 90. در 9 قلم اموال شما رو ذکر کردن همش مال قبل از تسهیلات بانکی. نه حالا خدمت شما عرض میکنم. مثلا بله آپارتمان‌های الهیه. بله آپارتمان الهیه آقای دکتر تو رهن خود بانک سرمایه بوده و الان در 8750 متر. خواهش میکنم از محضر دادگاه که از موضعی که مطمئنم همین موضع که خارج از فضای رسانه هست و فشار سیاسی هستش که به اصطلاح این فضای سیاسی هست. ما فشار سیاسی خوشبختانه است، نه رسانه‌ای. خب آقای دکتر این فضا رو ایجاد میکنن، خب من باید چیکار بکنم؟ یعنی من شما دفاعتو میکنیم و بررسی میکنیم. اینجوری هم نیست که شما بگید ما کار اول آخرمون که نیست که 20 ساله داریم این پرونده ها رسیدگی میکنیم. ردیابی‌ها نشون میده شما یک مورد کار بازرگانی نکردید. شما میفرمایید که من صلاحیت بالایی داشتم. نه خیر. کارشناس اعتباری پرونده 2.5 میلیارد مصوبه اولیه شما رو میگین صلاحیت نداره. کارشناس اهلیت شما رو زیر سوال میبره. شما الان میخواید بگید من 1000 تا قرارداد دارم، کارشناس اعتباری باید نظر بده. فقط خیانت شما به سپرده‌گذاران بانک سرمایه نیست. شما اگر بخوایم احسا بکنیم اقدامات مجرمانه شما واقعا به تک تک مردم آسیب زده. این نکته بگم که تعداد افرادی که در ماه مرداد ماه به دلیل پرونده‌های اقتصادی فقط بازداشت شدن، البته یه عده‌شون هم فرار کردن، خیلی زیادن. حالا مثلا من اینجا براتون میخونم دیگه. آقای جلیل صبحانی هستش، حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت، حسین شیرازی منش دستیار سابق بابک زنجانی و برخی از مدیران شرکت سایپا و سیامک سلطانی مدیرعامل کارخانه قند نقش جهان اصفهان و 2 همکارش، وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد، معاون عمرانی استانداری لرستان و مدیر امور شهری استانداری شهرداری الشتر و 4 عضو شورای این شهر، 2 عضو شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا، مدیر قلعه گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهر متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی و بازداشت جهت اجرای حکم و 4 تن از کارکنان پتروشیمی شیراز و دلالان کود کشور. حالا که اول صحبت هم گفته بودم راجع به این افراد خیلی زیادن. حالا اینا کسایی که تازه اسمشون در رفته، خیلی هم کنار اینا بازداشت شدن، گندش بالا نیومده. اینا فقط مال 1 ماهه، اونم مرداد ماه. ببینید که مثلا مملکت چرا پیشرفت نمیکنه، چرا همیشه مردمی که فقیرن فقیرتر میشن، چرا اونایی که پول دارن پولدارتر میشن، به خاطر همینه دیگه. یعنی دستگاه قضایی هم میخواد ورود بکنه، قوه مجریه میگه آقا چرا داری ورود میکنی؟ به جای اینکه مملکت بره به سمتی که دزدا و رانتخورا و کسانی که دارن اختلاس و کلاهبرداری میکنن بازداشت بشن، رئیس سازمان و یک جریان سیاسی دیگه میگه آقا نکنید این کار رو، شما پیدا کنید پرتقال فروش رو این وسط. مرسی که تا این لحظه با برنامه پشت پرده همراه بودید. ممنونم. اگر دوست داشتید کامنت بذارید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. سپاسگزارم.